مان کیو مان Arif! Arif! Pisto! سلیم عارف Selim! تو همینجاییست این کار با من دخل دارد نازیه دخترم نازیه دختر جانم کجایی نازیه جان کجایی نازیه جان نازیه جان در کجایی نازیه 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 جان نازیه جان کجایی نازیه جان یک طرفیستید دوزارت برا من نیدرایم دخترم! سردیت برا کجایی؟ دخترم! چرا شما نمیفهمید آخی سردارم دارم سردیت برا ینگه دخترم ینگه یک دقیقه قربان تو چرا ینگه به خواست خدا نازیه را نجات بدین زودتر با آتش نزدیک نشوید احتیاط کنید زود باشه نازیه را گریفته میبراید آرام شد ینگه جان ساله دخترم زنده است بگو ساله بگو دخترم نازیه را هم برام بگو آرام شد
گنگا زنده است همش گذشت آرام شوید خدا رو هزاران بار شکر که زنده است گنگا زنده شد غمگین نشد تمام نجات بیابید انا یاری تدبیر همام است اگر ساده آرام شوید اکا دخترتون را بالای دستکده از درون آتش برآمدید آزرده نشوید اکا همش خوب می شود آرام شوید اکا جان آرام شوید چی شد با شما اکا آرام شوید کنی بیایید رفتیم اکا جان عارف برادرم عارف التماس این کار را نکن تو آخرین آدمی هستی که بر روی من پشت میگردانی هیچ چیز جای دوستی تو را نمیگیرد التجا میکنم ایست حقم نمیگیرد خیر شد کاری شدگی شد شکر که صحت و سلامت رو بر رویم هستی دنیا را میسازانم آخر تو را مرده است گفتم همه سختی ها پشت سر شده آره بس من خاندار شدم وقتی خبری مرگت آمد دنیا در نظرم تاریک شد فقط خودم را گناهکار دانستم او هم همین طور ما در حقیقت ماتم داشتیم عارف همراه ها؟ یعنی همراهی سومن معلوم که برای من چه خیل ماتم گرفتید باور کن سخت متاثر گشتم شکنجه‌ای که در سوریه دیدم بیهوده نبوده است اکنون دلم فرح یافت در دل آتشینم آبی سرد پاشیدی سلیم با شنیدن خبری مرگم بالای تابوتم خاندار شدی ها دیگر چی گویم خاموش بودنم بهتر است اکا جان همراه تو ما هم مردیم اما حیات ادامه داشت خودت فکر کن عارف بیهوده از ما نرنج چشمانت سیاحت شده‌اند سلیم میبینم که در شبی تار هم بسیار خوب میبینی اکا جان مگر تو نگفته بودی که اگر با من چیزی شود سومن به تو امانت بله گفته بودم امانتداری خوب بوده ای آفرین به تو عارف چرا صالح بابا بگو دخترم زنده است وای دخترکمه صالح فقط راستش را بگو صالح دخترکی شیرینی اونجا چی کار کردی دخترکی شیرینم وای صالح ما چی کار کرده وای باشم صالح بابا بگو چرا اون نفس نمیکشد چرا بیدار نمیشود خدا خواهد زنده بمانم التماس خواهم دخترکی شیرینم تلفن مشتری موقتا قطع کرده شده است. لبی گوش میکنم مدیرم مرا گوش کنید نفهمیدم نمیدونم چی گویم چی تمر گویم دخترم چی گپ شد تینجیست؟ مدیرم نمیدونم چی در بیان کنم عارف زنده است چی؟ خدایا را نگه دار فرزند جگر بندم رو نگاه دار جانی مرا بگیر اما راسید وای دخترکمه
یک فرزندم در بطنم دیگرش در دمی مالکی افتادن صالح هیچ روزی سیاه آمد بر سری ما اگر بلوزی چیزی شود هیچ با خودم رو نمیباشم من هم زنده نمیمانم خودم رو بکشم خدا بدست کرد ایتی جان میکنم خدا بدست کرد وای بچه کنه وای شیرینی باشه آسیا دخترکم چی شد با دخترم چی شد دخترکم آسیا خدایا میدونی که من او را از قبل دور نساختم عارف زنده است باورم نمی آید اکنون من چی کار میکنم چی چاره میاندیشم خدایا از یک طرف شوهرم از طرف دیگر عارف عارف آخر گوش کن عارف میدونی تو رو چند وقت عزاداری کردیم اکنون چی کار کنیم مجبوریم زندگی رو از نوید آمدیم این طور نمیشود آخر همه یک طرف دوستی ما و تو یک طرف هیچ چیز را از نو ادامه نمیدهیم لیکن آفرین به شما بعد 3 ماه نکاح کردید وقتی خبر مرگ تو رو شنیدیم بسیار غمگین شدیم تنها با دستگیری هم دیگر خودمون رو تسلی دادیم هیچگاه در حق تو ناحرمتی نکردیم عارف چشمانت چهلند چشمانت میبینند چشمانم نمیبینند گفته مرا با اونجا فرستادی برای ازدواج کردن با سومن همین طور باستونه از حد نگذران روزهای دراز زیر شکنجه بودم به خاطر وصال دوست داشتم و دوستانم طاقت کردم برای همین روز بود ها پاداش آن همه شکنجه ها همین است بگو به من اگر میدونستم که تو زنده هستی عارف این نکاح رو از گوشه خیالم هم نمیگذراندم بس کنید برای من شده یک دیگر را میکشید دوستی شما باید از همه چیز بالا باشد این طور نکن عارف تو را انتظار نباشند و همه درها را برایت بپوشند میدانی انسان چگونه میشود ها میفهمی یا نه در دشت کربلا سراب من بودی همیشه در آرزوی آن بودم که خانه بنیاد میکنیم و زندگی آسوده میبینیم آرزوهایم را از من ربودید امید و آرمانهایم را کشتید در جنگ و جدال شما تماشا میبودن نمیتوانم نه نمیگذارم که برای من شده دوستی شما بیرون شود این حال را به نیاب آتش ماندم گویی چی کار باید کنم برای هر دوی شما برای دوستی هر دویتان چی کاری باید میکنم میدانی چی کاری که باید برای من میکردی صبر کردن بود سومن صبر کردن نباید اینقدر زود این همه کار انجام میافت آخر تو رو وفات کرده است گفتن نمیفهمی بدلی همه وزینی ها رو از ما میطلبی عارف برای همین برگشتی عارف برای همین ها این طرف پرتافته رفته نمیتوانی دری ما را که گفتی با ما باید روبرو شوی عارف قرضات خیلی زیاد شد جلو تا قرضات رو ندی با توی چای پوی نیست
البته کار زیاد می شود ینگه هر روز در بیمارخانه البته نمی رسد این چی خیلی گپزنی؟ با استانبول آمدم گفته عرف و عادت رو فراموش کرده ای همسرت آنجا تمام روز کار کند و تو اینجا شین من را دیوانه نکن. تو چی کار میکنی تمام روز؟ من فرزند زیاد دارم زنده باشن کار کرده پول مییابد متاسفانه تو فرزند نداری برای چی باشد؟ ناموس کرده کار میکنیم گفتیم کار جستیم گویا کار یافتیم و نکردیم تو خود از کسی زنی مرا قبل بس کنید نبیاد بس کنید حل کنو بدون شما مادر مادر جون مادر جون دخترکم جونی اوچه هر دیتون هم در نزدم هستید همین جاییم هر دویمان همین جاییم دخترم فقط جنگ میکردید خواستم برای شما خوراک پزم که مرا دوست دارید تو را دوست می‌داریم دختر جان دوست بدارم جانی اوچه دخترک شیرینم دادا شما مادرم رو مادر جان شما باشید پدرم رو دوست دارید شمایان با هم جنگ میکنید من غمگین میشوم ببین هر دویمان همین جاییم تو راحت باش جانم با کار مرم همین جایی است دادا جون من همین جایم تا صحت شدنی تو من همینجا میمانم دختر جانم من رفته به گروه خبر دیم همه خبری مرا انتظارند ایستید یعنی شما هم گفتید به اونها نبیرم با مرد روبرو شده بود میمورد بیچاره دخترم اگر پدرش با اونها نباشد باز چی بلاها به سرمون میآید شکری بهت لحظه دلش از کار مانده باشد هم زنده ماند کجای صدقه داده بوده نه این کار به صدقه و مدقه نمی شود شما هم با پدری نبیرم گپ زنید یا در خانه اش ایستد یا اینکه شما مانده شدید زیغ شدید میفهمم اما این مسئله به من دخل ندارد شما همچون دختر با او صحبت کنید این آدم گپی مرا نمیفهمد خانم باز تکرار میکنم من دخترم خیر میلش دختر وقتی شما را بسیار نمیگیرم خدایا بس بودگیست آخر خانه و درمان سوخت اقلا با زبانی نش دارتون ما رو نسوزانید زنم کار میکند من میشینم فرزند هم نداشته بودیم دیگر به ما چای نمیدادند یعنی ما آدم نیستیم آدم نی من نشان میدم آدم کیست به همه نشان میدهم برادر در همین حالت هم کوپون پر میکنی حلالت باد رکا پر میکنیم و بازی میکنیم اگر نمیدونم چی اندیشه میکنه چرا پر واقعا اول پیشی ما میومد میقپانیم تمام در حقیقت میقپانده ها خیر بیا با جای تو من پولش رو زیر کنم نه نمیشود آن وقت قمار میشود قمار خیر من با او صحبت میکنم نمیدونیم چیکار کنیم مدیر شما این گپ ها رو مونید و مدیر آنجا چی گفته ایستاده است میدونید نه اکا راستی نمیدونیم چند ساعت شو صحبت میکنند چی گپی هست اینجا چی گپی هست بهترین کاری که ما باید کنیم تا به شوبه آمدنش انتظار شدن شت. دیگر راه نداریم من میترسم که باز میآید به همه گفتن لازم من حادثه را سنجیده میبینم تا به خود آمدن دختری صالح شما صبر کنید بعد میبینیم حالا کفت و کاو نکنید
صالح چی شد؟ خدا را شکر چشمانش را کشد. خدا را شکر. خدا را شکر. خدا را شکر. سرکمی سر صالح قربان، با شما 1 هفته مجبوری جواب. باز کار نهایی. خوب استراحت کن، فهمیدی؟ آقا بسیار ترسیدم والله سخت ترسیدم مبادا چیزی میشد خدا نگهبان باشد. پهلوان آفرین. برای انتظاریتان تشکر برادران عزیز. هیچ کار نه سردار. حاضر اگر مدیرم اجازت دهد فرمان میدهم همه به شعبه روند، از پی کار شوید. با چشم سردار. رجب بیسرم ایست. با خدا کی مثل کودک. نندی کودک هستی نه؟ گیرد این را آخر. شد بالتا. بیا. شوخی نکن. نگو که من سرت رو چک زنم. شوخی نکن اکا شوخی نکن. چی شد بولتا؟ میترسی که ینگایگان شلاق میزنن؟ ایستا میگویم ایستا میگویم اینها رو با آشیانه SAE میبرم دختر. بعد از امروز چیکار کنم؟ من همسری همین هستم اینجا کار میکند او را دیدنیم. خدمتی است؟ بله خدمتی. آنها در پویان میشوند. فهمیدم. دخترم من امینه رو میگم کجا باشد؟ در بالا در اتاق فراش. چطور به اونجا روم؟ در لیفت شینید تو مچه 5 رو پخش کنید. تشکر. نمیارزم. سلامت باشه. تشکر. نقص فکر کن. مادر جان همش رو فهمیدم. هر وقتی که خواهیم برام پولهای بیمارخانه را سپاریدی؟ اگر نرسد من میدهم. شکر خدا حکومت پشت و پناهمان حل کردیم. ساله تو آماده شدن خانه در خانه مادرم استه میگویم. نه شما را ناراحت نمی کنیم. چرا ناراحت میشده ایم؟ اکنون بعضا بحث میکنیم دخترم در خانه من ایستاده نمیتواند. این را یک فکر کردن لازم. اگر لازم شود البته این کس می آیند. سلامت باشید. خیر خودتان میدونید. من میروم. با یک قرار که آمدید بعد به من خبر میدهید. صالح فرزندانم را خوب نگاه کن. عزیزم عمر مادرت دراز باشد لیکن هیچ از همین گپ های خنکش نماند. اهمیت نده. اکنون با من گوی که در کجا زندگی میکنیم. خانه سوخت چیکار میکنیم؟ خدا را شکر دخترمون صحت و سلامت کو. خانه را حل میکنیم. از پیشتر بهتر میکنیم. پول میرسیده باشد. میبینیم عزیزم. نرسد چی؟ میبینیم گفتم کو عزیزم. خدایا چی رو میبینیم باز؟ ای برادر آهسته تر. خیلی آدم ها. من میدونم چگونه ادبش را دهم. بهترش
با او سر به سر نشوم. رفتیم عزیزم، دخترم رو گرفتار رویم. با کجا می رویم ساله؟ به شوبه. چی؟ به شوبه، به مهمانخانه شوبه. بعدش خدا پادشاه. وای میبینم تابت بالیده است شاهان. احوال دخترچه چه خیلی؟ خوب است خوب، خدا را شکر. شما که همتان برآمدید، مجبور شدم که اینجا انتظار شود. یگان رتبه‌دار که نبود، کار به من ماند. البته سردارم. حاضر تو دودوان اکمون رو زیارت میکنی. وقتی رفتن با خود 1-2 کیلو شیرینی میگیری. به مال ضرر رسید و به جان نه. دختر که خوب باشد مشکلی نیست. دیگر اینکه همتان یک بار نروید. خدا نکند که یگان ناخوشی روی تو دهد. هیچ گازیق نشو. در کجای باشم رسیده می آییم. خوش آمدید مدیر. خوش باشید. لبه سمان خوب هستی؟ خوب نمی نمایی؟ یگان چی شد؟ نه خوبه هیچ چیز نه. ولی چشمانت از گریه ورم کردند. خوب هستم گفت که برادر کنجکاوی نکن. باید مانند برادر او گای رفتار کنم سلیم. آدم برای پرسیدم احوال دختر را بین. تشکر برای پرسیدنت. خوبم. برای دختری اکایی سلیم زیق شدم. فهمم. خواطر شدم، برای همین پرسیدم. همین گونه احوالت را آخرین مراتب در جنازه عارف دیدم. باز نادرست کردم. مدیرم آخر عاقبت گروه میفهمد. اگر حاضر عارف از در روی چی کار میکنید؟ اگر صحبت کنیم عارف را آروم کرده میتوانیم. ها سلیم؟ بله. اگر خاموش هستیم خوب نمیشود. با او صحبت کنیم به همه چیز راضی میشود، قبول میکند. واقعه رو با او درست فهماندن لازم. خیر من با او صحبت میکنم. بیایید ما رفته با عارف گپ زنیم. نه سومن، تو کجا میروی؟ من خودم این کار رو حل میکنم. او رفته حل میکرده است. شت! به من هیچ کس به هیچ کجا نمی رود. کنی به ماشین شینید. زودتر. الو گوش کن. یگان کامر پامر میمونده. چیکار بودنش رو میفهمیدیم. چیزی هست، چی کاری هست که به ما نمیگی؟ انیخ چی کاره هست؟ بخته چی گفت؟ بخته چی شد؟ چی شد؟ باز بیماری از خروج کرد. در این کاروی مخفی شکمی من در میکند. حالم بد میشود. از من چی میخوایی؟ کرد دیگر کار نمیکنی. تو کوی کین که حالا تازه کده میگردی. با کی چی کار کردنت هم معلوم نیست. سرگی مرو. از من چی میخوایی؟ تو شرم نمیداری. تو چی گفته ایستاده ای؟
یک دقیقه همینجا ایستید که این مرد چیکار کرده نیست. منو به حالم بیار. کسر برو برادر چی گپ است؟ کار تو چی؟ یک طرف ایستاد روشم کارت با ما نباشد. برادر معلوم است که عصبی شده ای. شاید حق بر جانب تو باشد اما این کارت خوب نیست. زنی بیچاره را به حالش گذار. رفتیم چای می نوشیم. زنزنی من از کاری تو چی ها؟ کاری تو چی؟ مازیار رفتیم آخر چی ایستاده ای؟ از من روی تو چی خودم مراشی من نکردنی؟ نترس دخترم اما قد کمی عصبی است. تو نزد مادرت رو دخترم اینجا بیا. همین را کرد یک طرف ایستاد در شو. اول زن را سر ده. مازیار دخترم دخترم داده جون دخترم را میکشن مردم. نزدیک نشو دختر را میکشم. دخترم مازیار شد آرام شد. مازیار اینجا بیا. نزدیک نشو میگویم. شد آرام شد آرام شد. نزدیک نشو دختر را میکشم. دخترم رو سر بده. سلاحت را پرار. سلاحت را پرار. شد آرام شد. دخترم آیسته گذار نزدیک نشو که دختر را میکشم. نه همین دور یعنی یک طرف گذار نایسو خود شد. رام نباشد دختر را میکشم. دخترم برادر آرام شد خواهش میکنم. در اصل من باید با او گپ زنم. شما اینجا این چیزا شوید. نه این طور نمی شود. خیر اگر یکون گپی شخصی داشته باشی مرحمت. تو این طور میگویی عارف اون طور. حالی من چی میشود؟ بار این را فکر کرده ای؟ آیا بار این را فکر کرده ای سلیم؟ یک جای آنجا میبرایم فهما؟ رفتیم. نزدیک نشو سلام خودم تو رو بوغی کرده بکشم. سلام را بیار. دخترم رو آرام شو. پسرم در را کشو در را آخر. من شما گفتم لیکن شما مرا گوش نمیکنید. حالا من باید با او گپ زنم. عارف برادر در را کشو. نکشوی از سروخی در می درایم. التجا میکنم آرام شد. مرا سرده ساله همشیره شفقت میکنم من از میگوخی. دخترم رو سرده و تو بگویم. رفتیم با ساله اون از اینجا بری و در حال آرام کننده دی. تمام حالت میترسن. مادرم داخل. تو آرام شد. التجا میکنم آرام شد. من باید یک زنگ زنم. خواهش میکنم دختر جانم نترس. التجا میکنم زنگ میزنم تمام. خواهش میکنم دخترم آرام شد. نشو میپرادم. همش خوب میشود. حاضر دختر جانم نترس. گیره نکن. جواب ده آخی. کریم کرده روی اینقدر ناز نکن خیلی جواب ده. کجان شد تمام. عصبی نشو. دختر جانم گریه نکن همش نفت میشود. من با تویم. من رئیسم. تو نترس. تمام شد
اکا شد همش خوب میشد نزدیک نشوید فرون درایید همش خوب یه پرانم البته تمام نمیاید. فقط آروم شم التجا میکنم آروم شم نزدیک نشوید گفتم کو همش یه خوب. پرانم التماس نزدیک نشوید رایید از اینجا برادر مانند سنگکش آهسته نگرد تا تو نزد تلفن میرسی که دوست کایها از دوست گذشت تلفن رو جواب دم نوبتی تو او میرسد سنگکش ربا این از رو شوخی نیست در بیمارخانه دخترم رو گرمگون گرفتند تو با حرکت میزنی ها؟ با کی؟ آروم شم خواهش میکنم تلفن رو خاموش کن خاموش کن تلفن رو خاموش هیچ کس کردم دختر از رو نجات دادن نمیتواند میلش زود تمام، خاموش تمام. کن آروم سلام شم. را من بیاره برای خدا. من زود تلفن رو نزدیک خاموش کردم شود پریدم شود تمام منم به برادرانم گفتم سنت رو نزدیک میارم نشوید. برادر عزیز آرام شو از برای خدا آقا اینجا بسیار گنده آمد. زودتر این کاری سهل نیست زودتر زود باشه خانم سرده بیمارخانه رو چپ همش باز میشه خانم سرده آروم شو. التجا خانم سرده آروم شو. آروم شو. خود رو با دست بگیر التجا میکنی برادر نومد چیست کارت با نون من چی؟ سلام کجاست؟ میلش سلام رو تمام بیارید زود میلش اگر او رو نارید دخترت رو میکشم نزدیک تمام. نشوید شد. او رو میپرانم نزدیک نشوید تا وقتی سلام ناید سلاح رو نمیگیرم میلش سنت رو میاریم اما لطفاً سلاحت رو از سر دخترم بگیر مبادا ناخوشی روی ندیم از ناخوشی میترسی دخترم گناهی ندارد. میپرانم فهمیدیم میپرانم نزدیک نشو نداشت دخترم نزدیک نشو میگویم بکی گفتم نزدیک نشو میپرانم خب نزدیک نشو آروم. نزدیک نشوید آروم شو میگویم دخترم اما که خوب است فقط تنها ناخوشی از سر گذرانده است حاضر زنش رو میاریم او تو رو سر میدید تمام ایستو نزدیک نشو نزدیک نشو میگویم میپرانم اوریفت در را کشو پسرم آخرین کار به مصلحت حل نمی شود در را کشو به آغوش گیرمد پسرم در روز جنازت همه حقم را بخشیدم دانستمان اگر نکشایی دیگر حقم را نمی بخشم پسرم قهرمانم تو رو یاد کردم آخر هم وفات کردی و هم آمدی خیلی آمدی من عموما نفهمیدم خیر شکر که آمدی خیر شکر رفتی ای برادر همین تلفن هیچ خاموش نشد که نشد خیر بینیم شیطان خواب نمی کند کنی بینیم باز چی کار کرده باشد الو لبی گوش میکنم چی؟ کنی تکرار کن سلیم ایستا صالح در ناخوشی است فهمیدم حاضر می آییم شد خود را به دست گیرید حاضر می آییم یک دیوانه در بیمارخانه دختری صالح را به گرو گرفته است شما زود به جای حادثه روید من به شوبه می روم خیر
گوری زنم را گوری زندگی Tamam tamam. Oromsha. Fakat Oromsha koyma. پیدا نکنی Tamam. دخترم میکشم Bacho daro. فهمیدی؟ Orho hatman zaratun meora. اگر خودی حاضر نهاری میپرانم فهمیدی؟ میپرانم Koş bekle Oromsha. Oromsha doktoram Oromsha. این چیگا بس Bacho. کیستن Hadi این kaçın. Koş طرف bekle. رو میپرانم چیگا بستین ها کلیگا کنم میپرانم این اخلاش کیستن Shohin. Orom. Namebini doktoram dardasash. زیری هدف Silohat ro paro. Silohat ro poyon kun. Koş bekle. Nozi haroni doktoram Oromsha. Oromsha doktoram. هم با خودم Shohin. میبرم Silohat ro poyon kun. میبرم Chikor mikuni? İstet. Kafa istet. İstet kafa istet. Shohin. Silohat ro poyon kun meguyam. Kafa istet. Kafa istet meguyam. ساکت برامک جان Oromsha. Bak kafa. Bak kafa gufta. برادران Bak رو kafa. ها؟ اگر 100 تای دیگر همین خیل برادران بیاین هیچ چیز از دستشون نمیآید سلاح در دستم دختر هم در دستی من میپرانم فهمیدی Sana میپرانم sihat و سلامت به دستت میدیم فهمیدی؟ پس چرا اینجا ایستادند زودتر بیارید زنت رو میارند نباشه زودتر گوی یکی بیارند برای همین به اینجا آمدند شد بالتا بفرمایید سردارم همه در جایهایش انتظار می شوند حاضر یکون کس رو روان کنید تا زنش رو به اینجا به چشم سردارم تا حال نامت رو به من نگفتی این همه اینجا برای مددی تو آمدن اما تو تا حال نامت رو نگفتی نامت چیست برادر؟ ها؟ نامم جلال تشکر مانند نامت بوده آدمی با جلالی اما شدم دادا جون لیکن آدمی حساس بوده من تو را میفهمم برادر چه خیر آدم است ولی دخترش رو گرانگاه گرفته است او باز رحم کرده با او گپ میزنه پیش از زدن تو بدنش رو گرم میکند ظریف لبای حاضر تو رو همه اینجا جمع نشده کامیراهای بیمارخانه کار میکنند از دور نظارت کن کارتال یک رو گوی یک تو تشخیص رو بیسیم بیاد شاهین برادر جلال زنش رو صحت و سلامت میخواهد تمام در مدت کوتاه یافته آرید هم از پی کار زودتر از پی کار شوید روید آخر به شما میگویم روید من همینجا مکه همینجا تشکر برادر با جلال چای نوشیدنی بودیم بعد شما که آمدید نتوانستیم با من و جلال چای بیارید دختر جان تو آبی گزناک می نوشی؟ ها؟ و دخترم آبی گزناک بیارید کارتال یک کارتال دو گوش میکنم با آشیانه بالا یک آبی گزناک دو چای و ایرانی نمکین فهمو کارتال یک به هر حال زیر نظارتش میگیریم و دیگران نیز گوی خوب فهمیدم با من لایحه بینا را فهمیدم وزیر ظریف فهم که این زن از کجا برآمده به کجا رفته است از روی آن گروه را از پیشان میفرستیم فهمو سردارم سلیم سومن کجایند آنها را هم یافتن لازم با مدیر گپ زدم آنها هم در راه به اینجا می آیند چی گپ است کریم؟ بسم الله الرحمن الرحیم تو را یاد کردم کریم تو مرا یاد نکردی سلیم این کیست؟ این چی شکل و شمایل است؟ این کیست برادر؟ این کیست؟ کریم شیری نریم همین که کار را انجام دهیم بعد صحبت میکنیم فوتبال هم بازی میکنیم اما با من گوی که اکی صالح کجاست؟ شاهین با ظریف اداره میکند اقربیک من جای کشوده رو اشغال جایگیر میکنم شوی هدف را گوی جنوب و شرق خبت هشتم چند کس احاطه کرده شده است؟ یک نفر با گمانم دیوانه شده است شد از اینجا در جنوب و شرق یک کنج یاب
در اقرب دومان من در اقرب دو میشم. ای با این محمدونو نگر роҳгар салим ҳоло вақти нозу нуз не. میبینی جلال هیچ کس برای ضرر همدیگر نآمده است. زنت هم در راه هست. دخترم رو سر میدادی خوبتر صحبت میکردی. نه نمیشود تا زنم ناید نمیشود. شد آرام شو. تو دخترم رو به من ده. من زنت رو به تو میدیم وعده دادم. برای همین گفتم اگر خواهی از حاضر او رو سر ده. زنم آید بعد سر میدیم دخترت را. خوب تمام. اقرب یک کارتال یک جواب دهید. این کساکم آواز اکای عارف یعنی مانند آواز رحمتی شد. کارتال یک گوش میکند. اکه جیانی زیبایم را تنها میگذارم اگر آمدم همین جایم. اقرب دو در علاقه است. اکا در موقع خوب باشد. چی گپ هستین؟ بینم دیگر چی گوشگی میکنید؟ اکنون یک چای نوشیدید تمام ها؟ شد 5 دقیقه دارد. 5 دقیقه پس زنم آمد. آرام شو. از برای آرام شو. و هم خودم را از دنیا نیستم. زنم را بیار. زنم را بیار میگویم. آرام شو بولتا. چیکار میکنی؟ سیراحت رو پایان کن. نزدیک شد. 5 دقیقه درست میگویی. حتما گفته ای تو میشود. ها اگر اجازه دی وضعیت رو به برادرانم گویم. مایلش عارف نمیدونم تو در کجایی. نمیدونم تو زنده ای یا مرده. لیکن این برادر جلالمان با او 5 دقیقه داد. یعنی 5 دقیقه به سر دخترم سلاح گذاشته است. فهمو؟ همگی 5 دقیقه. فهمو؟ زنده همکه همینجا در خدمتم. فهمو 5 دقیقه. کریم اقرب دو باشد جای گشاد را اشغال میکنم. حالا تو زیر نشانی اقرب دو هست. شاهین احتمال یافتن زن نوارها هست. رو دیدیم. دبدبان گریخته است. ایز نیست. واسطه هم نیست. در 5 دقیقه این کار ناپذیر است. یک دقیقه نیم ساعت پیش در رو برای ما گشادن نمیخواستی. چی به اینجا اومدی؟ ولی عارف بهترش تو حالا در کناری. بچه ها اکای ساله در داخلی بلا است. میفهمید؟ рост мегӯяд ҳоло ба ҳама эҳтиёҷ дорем. وقتی من گپ میزنم گوش نمیکنی اما گپ او رو گوش میکنی ها؟ گوش کن. دختر اکای ساله در دستی مرد دیوانه شده و ما همگی 5 دقیقه وقت داریم. حالا با عشق عاشقی شما من کار ندارم. رفتم شاهین. من هم میروم. تنها در جریان عملیات من با تو گپ میزنم. خدا خواهد بعد این نجات دادن نازیه با تو کارم رو انجام میدیم. молоди кӯдакҳоед кӯдакҳо ҳоло чӣ кор мекунем гӯед охир. خوب یک فکر دارم. ظریف با من نقشه لازم. نقشه تیار. شاهین شما با کارتال یک مددگار باشه. ظریف برای اقرب یک چشم گوشمان تویی. سمن چشمت را از نازیه نکن. تو هم در همان جایی. سلیم تو به نزد اکای صالح را. کارتال یک. چند ساعت گذشت چند روز گذشت کجای ساله دخترم را تا حال نجات نداده ای دخترکم دخترکی شیرینی آجم ساله دخترم را نجات ده. غمگین نشوید. همه کار زیر نظارت است. آرام شوید. شوهر من تعییناتی مخصوص کارگری تعییناتی مخصوص است. اگر دخترم را نجات دادن نتواند مرگ به این خیل تعییناتی مخصوص مرگ به این خیل پدر. ظریف من هیچ چیز رو نمیبینم. با من فهمان. راست میروی. کمی بعد به طرف غرب میگردی. راست بر روی هدف. قربانت شوم. زودتر که دیوانه شده. ظریف
تمام وقت تمام شد وعده داده بودی که جناب سردار مورد سرداری تو وعده وفا نکرد یکنون از دخترت میمانی تمام شد وقتتان تمام شد هیچ کسی را پیسن نکرد پایان کنید سلاحتان رو پایان کنید آدم نمیشمارد اکنون جمله عالم میفهمد که جلال کی سلاح را خوش نپرونید التجا میکنم پایان کنید دختر را میبوشم من میتوانم جناب سردار بعد میبینی که میتوانم خوش بگم آرام شو میپرانم التجا میکنم برادر از برای خدا دخترم را آزار نده قربانت شوم نکن منو گیر اما دخترم را سرده التجا میکنم وحشی را نباتش بازم وحشی تر میکند میپرانه سردار میپرانم نه سلاحهایتان را پایان کنید نمیپرانم پایان کنید سلاحهایتان را فراره گفتم شاهین التجا میکنم سلاح را پایان کن نگفتم فرمان میدیم پایان کنید سلاحهایتان را سردار فراره شاهین نپران میگویم نپران التجا میکنم گفتم میپرانم دخترت را میپرانم نه گفتم نپران بیا جانکم بزمین السلام علیکم شکر که همش به خیر انجامید اکا جانی من خوب است اکا جانی جان دختر جانم کنی خس هشتا را زنم را بیارد دختر جانی عزیزم آره برادرم کچم دخترم نازیم دخترک شیرینی آجم خدا رو شکر 100 بار شکر جیانی آجم تو زنده صحت سلامت جیانی آجم شیرینی آجم بیا دیگر انگشتری ما را اصلا نبریم سازم در میان دو راه ماندم خدایا با من مدد کن
قرار آمدی؟ دیگر چاره نیست آخر. در جایی که عارف است ما یک جای بودن نمیتوانیم. کودک بازی را بس کنید خوب می شود. مرا بین آب و آتش موندن چی می دهد به شما؟ این رو از جناب عارف پرسیدن لازم. اما دیگر لازم نیست. از اینجا می رویم. چرا باید رویم؟ چی اینجا موندن نمی توانیم دیگر؟ تا آن دمی که به عارف به مهر می نگری نمی شود. من؟ سلیم فیت نمی اندازی؟ گناهکار می شوی؟ عارفی که دوست می داشتی مرد. یعنی هر چیزی که با او شد. وقتی خبری مرگش آمد فکر کردم که او را در قلبت گوراندی. اما می بینم که او را از قلبت دور نساخته ای. من از استانبول به هیچ کجا رفتن نمی خواهم. اگر من خواهم تو با من می روی. از حقیقت گریختن می خواهی. بزیل نشو. کمی جسور باش. چرا؟ هر وقتی که عارف را یاد کنی رفته او را ببینی ها؟ دیر می کنیم. رفتن لازم. بیرونش رو خون داشتیم اما در درون کمبودی است. اکا نمیدونم در این حالت زندگی کرده می شود یا نه. همان گفتگیم. در اینجا دیگر هیچ چیز نیست. ناقل ها سوختند اکا. نه گاز نه برق. برق و گرمی رو فراموش کنید. میدونم. برای گذراندن ناقل های برقی و گاز دیوارها رو از سر شکافتن لازم. بله اکا. کار رو انجام دهی بعد آهسته آهسته پولت رو پرداخت کنیم چی؟ آکا با خدا نمی شود. سلامت باش. هیچ گپ نیه. نصیب. یگان خیل حال میکنیم. هیچ گپ نیه. از بیرون معلوم نیست که. سلامت باش. تشکر. خدای خداوند چیکار کنیم ها؟ مدتی در میهمانخانه شعبه می ایستیم سعادت. توریست. من با نوزیه در خانه مادرم می ایستم. به مقصدت رسیدی. در جای کار خوب خیز میکنی. سعادت این طور نگوی. سلامتی از همه مهم است. در یک جا باشم همش خوب می شود. همیشه تو سببگوری هر گونه ناخوشی می شوی. بعد میگویی که خرسند شوید که از بلا و آفت نجات یافتیم. آخر که مثل دیگر آدمان زندگی میکنیم ساله. کاری من رفت کردن آن واقعه های ناخوشی که تو در روزنامه و تلویزیون میبینی. میفهمی؟ کاری من همین است. ما با بلا و مصیبت همیشه هم ردیفیم. رفتیم دخترم. حکومتی که با او بسیار اعتقاد داری با تو یک خانه داده نمیتواند. گفتم که خواطر نشو. هفته پیش آمد. انشالله از هفته گذشته خوبتر می شود. من یک دو چیزی دیگرم رو گرفته به خانه مادرم میروم ساله. دیگر مرا داشته نمیتوانی. در بدنم کودک. در این مهمانخانه زیسته نمیتوانم. نمیخواهم. رفتم دخترم. پیش درو. اکنون پرتافته می روی عارف. اینجا خانه من است سردارم. در سوریه هنگام شکنجه ها همیشه فکری به اینجا آمدن را داشتم. اما وضعیت را خودتان می دانید. چرا می روی؟ آخر کاری شدگی شد. وقت بسیار چیز را دوام می بخشد. می گذرد. همش می گذرد پسرم.
شاید گذرد، اما بسیار وزنین میگذرد سردارم. نمیخواهم که کسی دل کسی را آزرده نماید. یک سری تنها دارم، کجای باشد فرق ندارد، اما آنها عائله بنیاد کردند. میدانم که بغیر از استعفا دیگر چاره ندارم. امینم که شما مرا میفهمید. شما بالای من حق زیاده دارید. ببخشید. خوب، حالا این عریضه را یک طرف گذار. با سرکمیسر صالح مصلحت کردن در کار. من با او هم گپ میزنم سردارم. خوب عارف، میبینیم. تو کمتر به خود بیا. بعد یک هفته میبینیم. قرارم قطعی سردارم. با اجازت شما. خب کار خوب نه. مرحبا. ظریف، خالها را قید کردی؟ نه، آنها را در خاطر نگاه میدارم. آقا چی میگوین؟ در اون شلیف چی خواهید میکنی؟ شلف نه، فلش کارت. فهمیدید که چرا در نظر دارم؟ یک چیز خورده کرد. ظریف گویا خیر؟ گوش کن برادر، همه چیز را در همین قید میکنم. ها نامه اعمال هست کو در آخرت. انا در دنیا از من همین است. ظریف، کارنامه‌ای های ما رو آنجا بایگانی کن. بعد آدمان دیده میگویند اینقدر زور بودند. بسیار گپ نزن. خوب هستید؟ خوبم. عارف، از آمدنت همه خرسند شدند، اما بسیار در فکر هستی. آره، بعد مردن زنده شدن سهل نیست. حسابات وضعیتی به عمل آمدن نیز وزنی است. عارفی که من میشناسم در اینجا بسیار نمی ایستد. در اصل جان گپ را گفتی، اما گویی که از کجا فهمیده که چنین فکر دارم؟ بعضی فکرهای مخالف داشتیم، حتی بعضا هم دیگر را عصبی میکردیم، لیکن این معنای آن را ندارد که ما یک دیگرمان را نمیشناسیم. درست گفتی. در اصل ما یک خیلیم. برای همین فکر کردم که اگر به جای تو می شدم چیکار می کردم؟ انیق می رفتم. برای همین تو اینجا بسیار ایستاده نمی توانی. همین طور. سببی رفتن چی می بود؟ اگر تو به جای من می بودی چیکار می کردی؟ دوست داشتم دختری که باید با او خانه‌دار می شدم. با دوست جانی هم خانه‌دار شده است، لیکن من تمام عمر بر روی آنها می نگرم و باز چنین وانمود میکنم که گویا هیچ چیز نشده است. این کاری نیست که جوان مرد برداشته تواند. من نمیتوانم. ای برادر، از میان آدمانی که مرا میفهمند در فکرم آخرین میشدی. مرا ببخش. راستش را گویم نمیتوانم در دلم بوده را به زبان نآورم. باور میکنی کمی پیش عریضه استعفایم را دادم. گفتم که از تو بر این آدمان با وقار و قوی اراده دیگر اما را انتظار شدن خطاست. لیکن مدیر استعفایت را قبول نکرد. البته نمیخواهد، موقوف گذاشتن میخواهد، لیکن دیگر چاره نیست. تیری که از کمان جست بغیر از خدا هیچ شمال راه آن را دیگر کرده نمیتواند. امیدوارم همه کار به خواست تو میشود. امیدوارم. عریضه نمیدی ها سلیم؟ البته میدهم. سراسر من شب حاضر در این حالت هیچ کس درست فکر نمی کند. تو هم با آمدن عارف تنها سری تو گیج شد. اگر قرارت قطعی باشد اول باید با عارف گپ زنی. از او اجازت گیرم. اگر این مسئله را با عارف حل نکنی آن طرف دنیا هم رویم این مسئله حل خود را نمییابد. گوش کن، ما خانه‌دار شدیم، عائله برپا کردیم، همه برای یک جایه شدن ما راضیگی دادند. عارف اگر این را قبول کردن نخواهد من به او تعظیم کردنی نیستم. باز یک بار دیگر با او گپ زن. التماس برای من. گپ زدم، دیدی که نمیفهمد، گوش نمیکند، نمیشود.
ба ин ҳодиса як бор аз назари ӯ нигар салим. рӯзҳое ки ӯ аз сар гузаронд барояш осон набуд. бо ин суханҳоят хоҳиши рафтани маро зиёдтар мекунӣ. марҳамат сардорон. تشکر. مانده نباشید. تشکر آری. ناآمدی کار. مشکل است. بخیر است اکا. در فکر تعمیر خانه حساب کتاب دارم عارف جان. نمیدانم چی کار کنم. چه مشکل دارید؟ به خدا که حیرانم. تابستان میشد گپی دیگر بود، اما زمستان کمی. اکا اگر از ما یگان کمک لازم باشد. نصیب و تقدیر عارف جان. در آمد گپ گفتم کاری که ما از عهده‌اش نمیبراییم خداوند البته کمکش را میرساند عارف جان. درست اکا، ولی اگر از دست ما یگان چیز آید گفتنی هم که خیر این رو یک طرف گذار. تو خودت چی حال داری؟ برادر مرا گوش کن. با قهر و غضب این کار حل نمی شود. آرام شو. خوبم اکا، آرامم. من میدانم آتش عشق همتا ندارد. خدا نگاه دارد اگر با آتش عشقت دیگرها رو نسوزی. درست اکا، درست. ظریف بای اکرانی چقدر میبرد؟ همان قدری که عقلتون نمیبرد. عقلم را نرس که در یک نشست احمد رو میگیرم. وای اکام اومد مرا شلاق زنه. راست هستی؟ جین از پری از فهمه مخیر. گوشتی دستم رو کنده گرفتی. اکنون فهمیدی کی حقیقی بوده است؟ شلیف است کی است؟ من تو رو بیانگه شکایت کنم بعد میبینی چی است. همین گپ با او بس. در حقیقت بس. برادرها بیایید یک قسمی معاشمان را با اکای صالح میدهیم. با جان دل. درست است میدهیم. البته اکا با چشم. تشکر. مایلشو آخر بر وقتر باید میگفتید. پسرم خانه آدم سوخت، در بساطش هر چیزی بود صرف کرد لیکن نمیرسد. فهمیدیم لیکن ما هم زندگی داریم، حساب و کتاب داریم. اقلا همین ماه دیگران را نخوران و یک ثواب گیر. هم اکا هم سردارت می شود. خیر میدهیم لیکن بسیار داده نمیتوانیم. معلوم که دل تو هیچ نرم نمی گردد. مالش به تو هم یگان علاج می یابیم. مایلش حال میکنیم. توبه. شما به دیگرها رسانید. کسی که نمی تواند نزد من بیاید راهش را یافته حل میکنیم. ماشینی من در بیرون اون قدر قیمت نه، اما اگر لازم شد با بزرگ میبریم. اگر در کار شد خانه هم را با اکای صالح میدیم. او در حقیقت میدهد. با خدا من هم یک چند تنگه دارم عارف. تمام معاشم رو میدهم. خدا راضی باشد برادرها. گروه یک همیشه با یک دلیش گروه یک است. ها درست. درست اکا. البته 5 انگوش برابر نیست. او هم عضو همین گروه است. بگذار سلامت باشد. در حقیقت با کودک‌ها کار کردن وزنی. شینید کنی اینجا آواز نبرارید. نصیب و تقدیر آنها را ببین. شما بر این اسکران و محافظان راه حق میشوند. اینها دیگر در اینجا برای هر دوی ما جا تنگ شد.
من میروم عارف. امروز عریضم رو میدهم. با سومن یک جای میروم. دیر کردی برادر. من الکی عریضم را دادم. همیشه یک قدم از من پیش میشه. در همه کار پیش دستی میکنی ها؟ حالت روحی مرا احساس نمیکنی. احوال دلی مرا نمیفهمی. به فکر تنها تو عذاب میکشی. همین دو. گوش کن به من. 100 بار مردن نمیشود. آدم یک بار مردانوار میمیرد. اما شما دوستان من 10 مراتب به دلم خنجر زدید. اگر تو خوب نباشی دیگران خوبی بد میبینند. در یک دل دو محبت جای ندارد. من سومن را تا حال دوست میدارم. برای او زنده ام من. اما شما میخواهید که من این حقیقت را از یاد برارم. تا حال دوست داشتنت را اعتراف میکنی ها؟ آره اعتراف میکنم. من به او دعوتی خانه‌داری کرده بودم. باید زوجه من میشد. برای تو جانم را دریغ نداشتم. رفتم به آن دیارهای غربت. تو چی کار کردی؟ تو چی کار کردی؟ گپ زن. اگر خبری مرگت نمی آمد این تب نمیشد. خاکی قبرم نخشکیده عقل دختر را بودی. من دوست داشتم تو گرفتی. هر کسی که سومن را از من بود دشمنی من است. نه برادر. بس. فقط دنیا برای توست. عارف جسورتر است. عارف زیباتر است. عارف موفقتر است. در سایه تو بودن را موفقیت میدانستم من. دوست داشتم را از من بودی. اکنون تمام از من گذشتی. حسد و بغلت را کی بودنت را آشکار کردی. گوش کن. سومن زنی من است. سفجه من است. این را میبینی؟ هرچی نگویی او از من است. در دنیای آخرت من به او جواب میگویم تو نه. جناب عارف. سلیم عارف تو را میکشم. بس میکشم تو را. بس. خوشبختی ها سومن. همین تو را از من جدا کرد یا در حقیقت او را دوست داشتی؟ گپ زن. مرا چی طور از دلت کنده پرداختی؟ گپ زن. گپ زن میگویم. گپ زن. پس یاری دهد. تو را میکشم. نترسم. نمیترسم. یاری دهد. یاری دهد. نابود میکنم. جدا شوه. جدا شوه زودتر. خدا چیگر. سر دهد. سر دهد برا. آرام شوه. سر دهد میگویم. یک عملیاتی جدی ما را انتظار است. شما باشد اینجا یکدیگر را لطو کوب میکنید. خوب جنگ میکردید. پس از 10 دقیقه همه چیز فراموش شده در مجلس حاضر شوید. زود. این آدم مرا زنده نمیماند. در حقیقت مرا میکشد. انتقامی نمردنش را از من میگیرد. اینطور نگو سلیم. با او هم وقت در کار. بس کن از برای خدا. سومن دو مردکی کلان برای تو جنگ میکنن اما یگان تاش تو را نمیفهمن. در اصل میبینم که تنهایی. اما مرد پیدا میشود که قدر و قیمتی تو را میداند. دعوای ما و وعده فتح و ظفری که خدا به مسلمانان داده است نزدیک است. قوت و بازوی ما خوب است انشاءالله. فقط به ما خبر رسید که در این محله ایستادن خطرناک شده است. برای همین اینجا را خالی میکنیم. خب هیچ چیز نمی شود اما برای احتیاط کودک ها را آوردم. زیرا عسکری خدا هنگامی نبرد احتیاط کار می شود. این را هر یکی شما خوب می دانید. صبح را انتظار نمی شویم. نه البته میدانی که صبح خطرناک است.
چیزی چهار رو جمع کنید شبانه هجوم میکنیم شبانه رفتیم بچه ها. سفری کرامت کارت کردیتی که به شخص دیگر دخل داشت این مرد آن را استفاده کرده است و آن مورد آموزش قرار داده شد و معلوم گشت که در طرف انادولو در محله چاوش باشی این مرد 1500 لیره خرج کرده است. برادران تفتیشات نشان داد که این مبلغ برای کرا گرفتن بینای برای گروهی که خود را اسکران خدا نام کردند خرج شده است. باور داریم که در موضع آنها حجت‌های بسا مهم موجود است. پیش از خالی کردن حجره باید ما حجت‌ها را مصادره نماییم. برادرها حجت‌ها مهمند، اما این سفر که سرداری گروه است بسیار خطرناک است. جنایت‌هایش حد و کنار ندارند، یعنی هدفی اساسی اوست. تکرار میکنم، در خاطر دارید اگر او گریزد شما هم به اینجا برنگردید. مرده یا زنده جناب مدیر؟ یعنی اگر زنده داشته توانیم خوب، لیکن این آدم را از دست ندهید. خدا یار و مددگار شما. گروه یک چرا انتظارید؟ مادر جان مادر جان به شما چی شد؟ مادر جان به شما چی شد؟ چی شد به شما مادر جان؟ دخترم من تلفن رو گیر با پدرت زنگ زن بگو که دردی کودک زودتر بیاید. دادا جان مادرم میگن که دردی کودک زودتر بیاید. چی شد دخترم چی شد؟ حالا بر وقت کو. خدایا شما حالا در کجایید؟ من چیکار کنم دادا جان؟ حاضر من یگان کس رو روان میکنم همانجا باشید. شخیل نه از دادن یا خواهر چدار میشوید. بمانده تلفن رو ساله زودتر بیا دردی کودک مرا به بیمارخانه بردن در کار. تستر بیا ساله دردم سخت. برادر زود به شو برا. در آنجا نزاکت خانم هست. بابای بگو که همسر صالح سردار در حال تولد کردن است. زود نزد او رود. زودتر به آنجا رود. فهمیدی؟ با چشم سردار. سلامت باشی. الو ما رو ایهاتا کردند. چی کار میکنیم؟ سبیل ماند من فهمیده بودم کودک ها رو زود نزد تریزا آرید زودتر.